رضایی هستم، دانشجوی دکتری رشته ایران شناسی در دانشگاه هامبورگ و دبیر در واقع انجمن کاسپیانیکا. ما در این انجمن در واقع کارهای مختلفی در حوزه حاشیه در واقع در کاسپیان انجام میدیم، در حوزه مطالعات ادبی، تاریخی، باستانشناختی و سایر موارد که میتونید کارهای قبلی ما رو و نشست‌های گذشته ما رو در کانال یوتیوب ما دنبال بکنید، ببینید و بعد از یه وقفه خیلی طولانی ما تونستیم که دوباره کارهامون از سر بگیریم به خاطر مسائلی که پیش اومد و همه ما به هر حال ازش آگاهیم. یک نکته رو عرض بکنم، این که این برنامه مثل همه برنامه‌های دیگه ما ضبط میشه، در نتیجه میکروفون هاتون رو که حتما ببندید چون صدا بعد باعث اختلال میشه، باعث میشه که اون وقت ناخواسته اگر مطلبی گفته بشه ما نتونیم که بعداً در ویرایش نهایی اونها رو حذف بکنیم. عرض بکنم به خدمت شما که من خیلی دیگه صحبت نمی کنم، وقت رو هم نمی گیرم. امروز در خدمت آقای کشاورز هستیم با موضوع طاق بزرگ در واقع مازندران اسپهبد خورشید و آثار وابسته. حالا در مورد این مقاله‌ای که اخیراً منتشر کردند با همکاری محققان دیگری که حالا شما اسمشون رو میبینید اینجا، که حالا مفصل در واقع قرار در مورد این مقاله اینجا صحبت بشه و آقای کشاورز از دستاوردهای خودشون و همکارانشون در این کار پژوهشی برای ما بیشتر توضیح بدن و همین. من دیگه وقت رو نمیگیرم. آقای کشاورز عزیز سلام عرض میکنم، لطفا میکروفونتون رو وصل کنید. سلام خدمت آقای میرزایی عزیز و دوستانی که اومدن. ممنونم از شرایط و با سختی که حالا توی ایران برق و این داستانا نمیدونم بتونن دوستان تا آخر نشست بمونن یا نمونن، ولی ما به امید این اطلاع رسانی برای دوستانی که میدونیم حداقل در ایران هستن و خارج از ایران، ولی عزیزانی که در ایرانن و میدونیم سخت دارن اتصال ارتباط اینترنتی رو به خودشون وصل میتونن بکنن، امیدواریم بتونیم تا آخر نشست. سعی میکنم خلاصه صحبت کنم که دوستان بتونن از اطلاعاتی داده میشه بتونیم گفتگو کنیم، یعنی دربارش اگر بعدش سوالی یا بحثی بوده بتونیم حرف بزنیم. من به نمایندگی از یه جمع بیش از 8 نفر، ولی خب در این مقاله 8 عزیز همراهی کردم. من به نمایندگی از این دوستان دارم صحبت میکنم و امیدوارم مورد قبول عزیزان باشه. یه سری صحبت ها شاید برای یه سری دوستان تکراری باشه، ولی امیدواریم چیزهایی باشه که چون یه سری داده های مطالعات باستانشناسی و علوم وابسته است که شاید مورد قبول عزیزان قرار بگیره. من پاورپوینت رو فکر کنم باز کردم، درسته؟ و دارم میبینم دوستان دارن وارد میشن. من آقای میرزایی شروع کنم به صحبت یا ما تصویر آقای کشاورز، ما تصویر اون در واقع پاور شما رو داریم و به نظرم به حال به احترام دوستانی که سر وقت اومدن شروع بکنیم. دوستانی که دیرتر میان میتونن بعداً اون فیلم رو تماشا بکنن، قسمت‌هایی که از دست دادن رو ببینن. بفرمایید. باشه چشم. ممنونم از همگی. این نام، این واژه، حالا طاق بزرگ که حالا اصطلاح مربوط به همین عکسی که دارید سمت چپ تصویر میبینید، اسپهبد خورشید و آثار وابسته، موضوع پروژه‌ای که از سال 1399 پایگاه پژوهشی علمی باستانشناسی غار تاریخی اسپهبد خورشید و آثار وابسته شکل در جلوتر اشاره می‌کنیم چرا آثار وابسته، که خب از سال 2015 یه جورایی ارتباط بین‌المللی اتفاق افتاد قبل از اینکه این پایگاه حالا هنوز شکل بگیره و خوشبختانه شکل‌گیری این پایگاه یه نظمی داد برای اینکه
از این حالت جزیره‌ای یا هر کی برای خودش داشت تو منطقه کار میکرد، این محبتی و این مجموعه بزرگ جغرافیایی فاسد نشن نظر فرهنگی و بتونیم جمع‌بندی کنیم. خیلی چیزا مثل پازلایی بود که تیکه‌هاش گم شده بود و خب مجموعه از همکاریایی بوده بین پژوهشکده باستانشناسی کشور، میراث فرهنگی، پایگاه میراث فرهنگی غار اسفهبد خورشید، انجمن بین‌المللی ایزمو، دانشگاه شرق‌شناسی ناپل، شهر ناپل و مرکز شورای علمی تحقیقات علمی شهر روم که مطالعات علمی انجام شد روی متریالایی که به دست اومد از این بنا و آثار وابستش، که خب امروز آقای میرزایی این فرصت رو به ما دادن که در کاسپیانیکا بتونیم این نشست رو داشته باشیم. ممنونم ازتون و عزیزانی که امروز هستن و میخوایم در ادامه ببینیم این ارائه رو. ببینید خب خیلی دوستان شاید اهل استان مازندران نباشن. جایی که ما میخوایم امروز درباره‌اش صحبت کنیم قسمت کوهستانی جنوب دریای کاسپیان در شهرستان سوادکوه که خب شهرستان سوادکوه کمتر از 10 سالی که به دو بخش تقسیم شده که شهرستان سوادکوه شمالی است و خود شهرستان سوادکوه که بخش کوهستانی شهرستان سوادکوه موضوع بحث ماست، جایی که رشته کوه البرز فلات مرکزی ایران رو از جدا میکنه از دریای کاسپیان. و خب توی تصویری که در پایین میبینید نقشه استان مازندران 31 شهرستانی که وجود داره، سوادکوه جزو جنوبی ترین شهرستان های استان مازندرانه که یه بخش جلگه‌ایه و یه بخشش هم کوهستانی که جنگل های ایرکانی و رشته کوه البرز شخصیت میده به این شهرستان که این بخشی که دارید میبینید قرمز شده کل محیطی که از این شهرستان در گذشته قبل از اینکه جدا بشه دارید میبینید در عکس هوایی و در نقشه مازندران. موضوع بحث ما توی قسمت جنوبی این شهرستانه، جایی که کوهستان‌های البرز باعث شدن که به عنوان یک دژ طبیعی آثاری رو در خودش بسازه، چه به صورت طبیعی چه به صورت تاریخی و فرهنگی، که محیطی که بودن 700 کیلومتر مربعه و 4 نقطه‌ای که انتخاب کرده شد برای مطالعات نقطه‌ای هستن که 4 بنا رو به عنوان مبدا در نظر گرفتن، دوره‌های مختلف هم، ولی ارتباط عجیبی بین این آثار بوده. یعنی از گردنه گدوک تا کیجا کرچال که در دوآب میشه، یعنی تقریبا میشه گفت آخرین نقاط کوهستان‌های سوادکوه و بعد دیگه میرسه به سمت جلگه و تلمسن که در تقریبا میشه گفت غربی ترین نقطه این شهرستان به عنوان اثری که در ارتفاع بودن 3300 متری قرار داره و بنای یادمانی کنگرو یا قلعه کنگرو که در ارتفاع تقریبا 2000 متر به عنوان یک محیطی در نظر گرفته شده که این مجموعه در حال مطالعه هستن در مورد مطالعات معماری، مطالعات باستانشناسی، تاریخ و فرهنگ و هر علومی که بتونه از گذشته اطلاعاتی به ما برسونه. این نقاطی اعدادی که دارید میبینید مجموعی است از آثار طبیعی و تاریخی این منطقه. فقط یه منطقه بسیار کوچیک از یک استان در یک شهرستانی از شمال ایران پر از داده‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی است که غار اسفهبد خورشید یا تاق‌سازی اسفهبد خورشید یکی از اون آثاره. به خاطر همین نام پروژه یا پایگاه غار اسفهبد خورشید و آثار وابسته، چون فقط این تاق نیست، مجموعی از آثار هستن که به هم مرتبطن. خب موضوع اصلی این داستان تاق بزرگ یا اصطلاح تاریخی که باقی مونه از حداقل 1000 سال پیش به این سمت مربوط میشه به همین حفره یا اشکفتی که شما دارید در این عکس میبینید. این عکس گرفته شده از کوه لاکمر، کوهی که اونجا هم خیلی کوه سرخل که روبروی کوهی هست که تاق اسفهبد خورشید روشه با نام لاپکمر یا لاکمر که ارتفاع این کوه به بیش از 1500 متر میرسه و تاق اسفهبد خورشید هم در ارتفاع بودن 1350 متری از سطح آبای آزاد قرار داره که در
زل یا جبهه شمالی این کوه. یعنی شما از مازندران به سمت تهران میرید، شما این بنا رو مستقیما، یعنی این طاق رو میبینید. و ارزش این طاق به خاطر ابعادشه. چرا اهمیت داشت دوره باستان تا الان و نام طاق باقی مون برای این مجموعه؟ چون نام اسفهبد خورشید تقریبا 100 ساله روی این بنا نهاده شد. به قول معروف حالا گروهایی که رفتن بوده 100 سال پیش، 90 سال پیش این نامو برای این طاق گذاشتن، ولی نامهای دیگه ای داشته که حالا تو دوره تاریخ هی تغییر کرد یا گم شد اون اسم، ولی به خاطر بزرگی این دهن است. خیلی دوستان شاید از دور دیده باشن این طاق رو. این طاق 100 متر در 85 متر، این دهانه خیلی بزرگه و حالا نمیخوایم اغراق کنیم، شاید در جهان خیلی کمیاب باشه این اتفاق. و خب آقای دکتر حسین شیخ هم 2 روز پیش با هم صحبتی کردیم، جالب بود. من خب تخصصم تاریخ نیست، ولی خب واژه طاق رو من خودم به شخصه اصطلاح طاق در کتابای منابع رو از ابن اسفندیار می‌نویسم، ولی آقای حسین شیخ اعلام کردن به بنده که در کتاب البلدان ابن فقیه، کتاب کشورها یا سرزمین‌ها، این واژه اومده بود که در کتاب تا غار اسفهبد خورشید از افسانه تا واقعیت آقای احمد باوند هم اومده بود که خیلی تشکر میکنم ازشون، چون واژه طاق رو از دوران حداقل 1000 سال پیش واژه در مورد این بنا و این اثر تاریخی به کار برده میشد. کتاب خب به عربی نوشته شده بود، ولی خب ترجمه فارسیش هم هست. دارم برمیگردم به گذشته که بگیم که از چه زمانی این واژه بر این بنا نهاده شد، چون موضوع، یعنی تیتر مقاله‌ای که در ایتالیا به چاپ رسید با نام طاق بزرگ یا طاق بزرگ مازندران به خاطر این واژه است که ارزش تاریخی داره. و یا در کتاب خود تاریخ طبرستان ابن اسفندیار که تقریبا 200 سال بعد از ابن فقیه نوشته شد، اونجا بارها و بارها واژه طاق اعلام میشه و نام این بنا رو در اون موقع حدوداً 700 سال پیش ما با نام عایشه گرگری دز، کسی که در یک زنی گویا در اون دوره از این غار حفاظت میکرد، این واژه ها بوده و هست. و در ادامه ما بودن دوره رنسانس یا دوره صفویان در ایران، در کتاب سفرنامه پیترو دلاوال باز میبینیم این واژه، یعنی کلمه غار به کار میره که خیلی جالبه. اشاره میکنه که از اینکه مردم معتقدن که زن غولاسایی اونجا هست و در این غار زندگی میکنه و خب به عقیده پیترو دلاوال اینجا خب خرافات یا حالا تفکرات زنان و حالا مردمان اون منطقه بوده که خب اینا نشون میده تو دورهای مختلف از مثلا 1000 سال پیش به این ور تا دوره صفوی و بعدها این طاق به خاطر بزرگیش مورد توجه بوده و هست. تو منابع تاریخی هم شاید نام اسفهبد خورشید نیست، ولی میدونیم منظور همینجاست، چون بزرگترین طاقی تو این منطقه پیدا شد همین طاقه. در ادامه اشاره میشه خب مطالعات در مورد طاق اسفهبد خورشید خب تقریبا میگم از 100 سال پیش، 90 سال پیش، زمانی که داشتن راهن شمال رو کار میکردن، گروه‌های مختلف خب میدیدن اون کنجکاوی باعث میشد که برن به سمت این طاق و خب دسترسی بهش سخت، نیاز به ابزار سنگ‌نوردی بوده. و اگه این عکس سمت راستی هم که گذاشتم نگاه کنین، عکس مربوط به آرشیو آقای چنگیز شیخی، پدر غارشناسی ایرانه، که یه جورای اولین فاتح این غار هست که 100 متر رو تونستن برن بالا با اون ابزار اون دوران. و این عکس هم خیلی عکس مهمیه، چون مسیر پلکان‌های اون دوران رو داریم می‌بینید، دوره‌ای که این بنا ساخته شد. من خب نمیخوام تمام این متنی که اینجا هست رو بخونم یعنی، ولی مهمترین اتفاقات در این سالها بعد از مطالعاتی که در اولین دوره از نظر طبیعت شناسی، کوهشناسی و کوهنوردی و سنگ‌نوردی اتفاق افتاد در این طاق، برمیگرده به تأسیس پایگاه علمی پژوهشی غار اسفهبد خورشید در سال 1399. پیش از اون کتاب‌ها و پایان‌نامه‌ای کار شد، ولی خب دقیق‌تر شد و رسمی‌تر شد و
از سال 1399 به این ور هم همین جور مقالات اومد بیرون، چه بنده چه دوستان دیگه کار کردن و کار مشترکی که انجام دادیم، پایان‌نامه‌های دانشگاهی و نشست‌ها و سخنرانی‌هایی که چه به زبان فارسی چه انگلیسی و چه به زبان ایتالیایی که حالا بنده به خاطر حضورم در ایتالیا تونستیم یه سری چیزها رو، اطلاعات رو بتونیم هم نشر بدیم و هم ارائه بدیم در کنفرانس ها. نکته خیلی مهم در مورد بنای موجود در طاق اسفباد خورشید، غیر از بدون امکانات سنگ‌نوردی و تجهیزات واقعا سخت کار کردن و شناخت این بنا، حداقل در قسمت‌های بالایی فوقانی بنا حتما باید با ابزار سنگ‌نوردی رفت. این منطقه به خاطر این خیلی از قسمت‌های این بنا دست نخورده مونده و خب خیلی هم متاسفانه به خاطر حفاری غیر مجاز آسیب دیدن. تو قبل گفتم این طاقی که شما دارید میبینید 100 متر در 85 متر، شما وقتی تو جاده اید واقعا احساس نمیشه بزرگی این بنا. برای درک بهتر، شناخت بهتر در مورد این بنا، بهتر بود که ما بیایم بخشبندی کنیم این سازهای معماری رو. شما حساب کنید در این دایره طاق در سمت شرقی، غربی و مرکزی شما بنا میبینید، سازه میبینید. به خاطر نیاز بود که بخشبندی بشه که بشه بهتر توصیفش کرد، که بخش شرقی، غربی و مرکزی نامگذاری شد تا به امروز برای مطالعات معماری، که شما دارید بنای ساخته شده در این طاق رو میبینید. این طاق به عنوان یک طاق، یک پدیده زمینشناسی کارستی وجود داشته و بعد انسان اومد درش دخل و تصرف کرد. به خاطر همین جزوی از گونه معماری دستکن در ایران هست، یعنی زیر شاخه گونه‌های معماری دستکن هست و بعد انسان میاد مساله به کار میبره که این بنا از لاشه سنگ، ملات گچ و چوب استفاده شده در ساخت این بنا در طبقات مختلف که شما دارید حالا بخش‌های مختلف رو می‌بینید. میخوام ببینم بزرگی این بنا رو ببینید که چطور با دیتیل‌های انسانی گذاشتم که ببینید چقدر بزرگه. مثلا عکسایی که دارید سمت چپ تصویر می‌بینید طبقات معماری است که در ضلع شرقی این بنا ساختن و اگر دقت کنید هر طبقه بین 15 تا 10 متر ارتفاع داشت. بر حسب عوارض طبیعی اینا اومدن این بناها رو ساختن، طبقات رو ساختن و خیلی جالبه هر کدوم از این بخش‌ها کاربری‌های مختلف داشته. و توی تصاویری هم که دارید می‌بینید عکسایی از تصویر از ضلع شرقی و غربی این بنا و قسمتی که در بالا در طاق عکس کلی بنا دارید می‌بینید، اون قسمت بالاترین قسمتی بوده که از نظر تاریخی هم خیلی گویا اهمیت داره، که گویا بخش شاهنشین بوده. در حال طبق روایت‌های تاریخی در کتاب‌ها اومده، در کتاب ابن اسفندی یا حتی ابن فقیه، در اون قسمت بالای طاق جایی بوده که خانواده اسفباد خورشید تو دوره‌ای که تو اون 2 سال و 7 ماه در کتاب ابن اسفندی یا 1 سال و نیمی که در کتاب ابن فقیه اشاره شده، خانواده و خزانه شمال کشور در این قسمت از طاق مخفی شده بودن و پناه برده بودن. و خب شما حساب کنید چه مجموعه معماری بزرگی بوده و نیاز انسان اون دوره از لحاظ معنوی و نیاز مادی، یعنی آب انبار داشتن، پرستشگاه داشتن، استراحتگاه داشتن و حالا در ادامه خواهم گفت جایی که کاوش شد در سال 1402 و اتفاقی که افتاد که اصلا خیلی عجیب کرد مطالعات در مورد این طاق رو. تصاویری که دارید میفرد گذاشتم که بدونید این بنا وقتی از دور میبینید این 100 متر واقعا حس نمیشه. ما در ایتالیا با همکاری پایگاه پژوهشی غار اسفباد خورشید و انجمن ایزما به عنوان هسته مرکزی تونستیم تو این سالها یک پروژه ایجاد شد به اسم، حالا اسمش رو نوشتم در سمت راست، آرکو انوایرمنت جوینت پروژکت این مازندران، پروژه مشترک باستانشناسی محیط زیست در مازندران. چرا این اتفاق هست؟ به خاطر اینکه این بنا هم میراث طبیعی هم میراث فرهنگی، یعنی اگر روز این بنا بخواد ثبت جهانی بشه، طاق اسفباد خورشید هم ارزش طبیعی داره و هم ارزش تاریخی. به خاطر همین این پروژه و در ادامه خواهم گفت چرا بحث محیط زیست پیش میاد. مطالعاتی که انجام شد، خب در هر سایت باستانشناسی اطلاعاتی به دست میاد
در کنار معماری که خب ما داشتیم خوشبختانه در این بنا، نمونه ملات ها، نمونه سفال ها، نمونه ظروف شیشه‌ای، دانه ها، زغال و چوب مورد مطالعه قرار گرفت در کشور ایتالیا و این آزمایش ها اسمش رو نوشتم که آزمایش‌های بیشتر طیف سنجی بوده و مطالعات مختلف فیزیک و شیمی روی عناصر و روی ملات و ساختار این آثاری که به دست اومد که خیلی داده‌های خوبی داد. به عنوان یه رفرنس میتونه بعدها به عنوان یک نقطه اصلی مطالعه بشه در مورد آثار مازندران دوره تاریخی، مخصوصا دوره ساسانی، چون این بناها و این آثاری که امروز صحبت میکنیم 90% برمیگردن به دوره ساسانیان در ایران. نمونه چوب هایی که به دست اومد، چوب ها، استفاده چوب در بنای، چرا اینو دارم میگم؟ چون این پروژه مشترکی که اتفاق افتاد بین موضوع باستان و محیط زیست در مازندران، به خاطر اینکه این چوب ها اطلاعات خیلی غنی به ما دادن. این چوب ها به عنوان تیرریزی سقف و کف و حتی در یه جای چارچوب تاقچه ها به کار رفت در این بنا، در جای مختلف بنا و ساختمانایی که باقی مونده تو طاق اسفبد خورشید. وقتی یه بنای شما دارید وقتی 15 متره با یه عرض بین 7 متر در 9 متر یا 10 متر، همش هم از سنگه و خب خیلی سنگی میشه. چوب به عنوان یک عنصر خیلی استاتیکی که بتونه انرژی رو پخش کنه در سازهای اون موقع به کار میرفت و ما در مازندران خیلی میبینیم این رو. مطمئن در جای دیگه ایران هم استفاده شده، مخصوصا تو مناطق کوهستانی که سرما زیاده و باعث انبساط و انقباض در ساختار بنا میشه. در ملات‌ها و سازهای کوهستانی سنگی چوب رو استفاده میکردن که بتونن این انرژی ها رو پخش کنن. این چوب ها رو که دارید میبینید بسیار مهم، من در ادامه خواهید دید مطالعاتی که انجام شد روی مطالعات بیوباستانشناسی یا گیاهباستانشناسی یا اکسیلوتومیک روی این چوب ها. بیشتر این چوب ها از چوب زبان گنجشکی بوده و بخشایی هم از چوبایی که استفاده شد چوب بلوط بوده. حالا نام علمی حالا بلوط میشه کوئرکوس و نام زبان گنجشکی به نام فرکسینوسه. ما بودن 12 نمونه رو تو سالهای مختلف از جاهای مختلف تا نمونه برداری کردیم و بیشتر این چوب‌هایی که درختانی که قطع شدن و تیرها ایجاد شدن برای استفاده در بنا، بیشترشون از چوب درخت زبان گنجشکی بود. هم بلوط هم زبان گنجشکی هر دو در منطقه سوادکوه در کوهستان و جلگه به دست میاد، یعنی بوماورده، مال خود منطقه است. خب مطالعاتی که انجام شد، سلول این چوب ها انقدر خوب سیف شده بودن، انقدر خوب حفظ شده بودن، گویا دیروز مال دیروز بوده ولی این نبوده. یعنی قطعات چوب هایی که به کار رفت، چوب های برمیگرده، حالا در ادامه مطالعه تاریخ گذاری کرمان 14 خواهیم گفت که نمونه برداری از قسمت های بنا اتفاق افتاد و در آزمایشگاه گیاهشناسی ایزمو و دانشگاه ساپینزا مطالعاتی انجام شد و رفتیم جلو. داداش این بود که نمونه چوب زبان گنجشکی برمیگشت به قرن 4 و بین قرن 4 و 6 میلادی، یعنی بین 1600 تا 1400 سال پیش و دارید میبینید عکس سلولی این بنا، این نمونه چوب رو که توی آزمایش‌های اسکنبرداری میکروسکوپی سمدیس تصاویر سلولیشو دارید میبینید و میکروسکوپ آپتیک معمول که داده‌های خوبی در مورد سلول چوب ها میدن. و نمونه چوب بلوط. نکته چوب بلوط در این بوده که توی قطعه حدوداً بین 8-9 سانتی متر که نمونه برداری شد، حدود 220 سال عمر این قطعه بوده. یعنی اونها تو اون دوره از قطعات چوب‌های بسیار قطور و کهنسالی استفاده کرده بودن که این باز برمیگشته بین قرن 7 تا 8 میلادی. این نمونه چوب که اینا همه آزمایش کربن 14 روش اتفاق افتاد، نکته جالبی بوده در مورد یک پروژه بسیار مهمی به عنوان
لایلا که در بالا نوشتم، یه عصر یخبندان کوچکی داشتیم در اواخر دوران باستان، یعنی دوره‌ای که در اروپا قرون وسطا بوده و در ایران هم دوره ساسانی و شروع اسلامی بوده و خیلی جالبه. بوده 100 سال سرمای شدیدی توی منطقه بوده و با مطالعات حلقه های سال شمار رشد درختان در مطالعات جغرافی و جغرافیایی میتونن به این داده ها برسن و متوجه شن که در کدام مناطق از جهان سرما رسوخ کرده بوده و باعث رشد بد گیاهان شده که با نام لالیا که مخفف لیت آنتیک لیتل آیس ایج هست، که جالب قبل از اون در 3 نقطه از قاره‌های جهان، در آمریکای شمالی، اروپا و آسیای شرقی این اتفاق افتاده بوده که برگرفته از آتشفشان‌های فعال اون دوران بوده. ما داریم در مورد حدوداً 1400 سال پیش حرف میزنیم که توده‌های بدی ایجاد شده بود در جهان و سرما باعث شده بود که مناطق درگیر شن. ما داریم در مورد همون دوره‌ای صحبت می‌کنیم که ابوالحسین زرینکوب 2 قرن سکوت نامشو گذاشته که ایران درگیر بلبشو و بحران عجیبی بود از نظر سیاسی و فرهنگی و تاریخی و اقتصادی و حساب کنید همزمان با اون این آسیب‌های جغرافیایی داره اتفاق میفته و سرما. و بعد جالبه در یکی از اسنادی که مربوط به اسناد طبرستان است، آقای باوند طبق صحبتایی که با خانم ماتسوخ داشتن و پایان‌نامه‌ای که دارن کار میکنن، جالبه که 772 بعد از میلاد مسیح زلزله بعدی هم منطقه کوهستانی البرز رو در بر میگیره، مخصوصا این منطقه‌ای که ما داریم درباره‌اش صحبت میکنیم. یعنی شما حساب کنید که چه اتفاقات تلخ تاریخی و جغرافیایی و اقلیمی در اون دوره از تاریخ ایران رخ داد. به خاطر این نشست اهمیت میتونه داشته باشه و این مقالاتی که داره نوشته میشه میتونه مهم باشه. شما حساب کنید یه تیکه چوب کوچیک چقدر داده به ما داد، چه از نظر جغرافیایی چه از نظر تاریخی و گذر زمانی که تو این سالها ما داشتیم. بعد از همزمان با مطالعاتی که انجام شد و خب رفت جلو، سال خطبتان سال 1402 اگه اشتباه نکنم با مدیریت آقای مهدی عابدینی عراقی، طبقه اول جبهه غربی ضلع غربی طاق اصفهان خورشید حفاری میشه. حدوداً بعد از 1400 سال 1300 سال این بنا در کنار متاسفانه حفاری غیر مجازی که انجام شد تو این سالها در این بنا و تخریب‌های فراوانی داشت، بالاخره به عنوان یک کاوش علمی این قسمت از این بنا طبقه اول در ضلع غربی کاوش میشه. که اگه تصویر سمت راست رو ببینید، وضعیت سال 1339 این بناست که از آرشیو عکسای آقای چنگیز شیخلی است و عکسی که در سمت چپ میبینید برمیگرده به 1387 که هنوز کاوش نشده بود. شما ارتفاع هر طبقه بنا رو در نظر بگیرید، ببینید چقدر کار و حفاری و حتی مرمت هر چیزی در این بنا چقدر سخت و طاقت فرساست که واقعا نیروی جسمانی قوی میخواد و در کنارش علم باستان شناسی. خب این اتفاق افتاد، حفاری انجام شد و خب اتفاق خیلی مهمی بود. به قول آقای عابدینی و همسرشون، همکارشون و دیگر دوستان که خب فکر میکنن در این اتاق که یک طبقه بوده که کمتر از 100 متر مربع بود، شاید 2 تا تیکه سفال هم پیدا نشه، ولی بیش از، شاید اگر دوستان رفته باشن به پایگاه غار اصفهان خورشید، بیش از شاید 3000 قطعه سفال پیدا شد، ظروف سفال، بیش از 500 تا 600 ابزار فلزی پیدا شد، دانه‌های گیاهی، کوره و سکوهایی که برای فضای صنعتی بوده که اینها با فعالیت فلزکاری داشتن، سفالگری داشتن و شیشه که همونجا می ساختن اینها رو در این اتاق. یک طبقه از بنای طاق اصفهان خورشید کاربری صنعتی داشته. شما حساب کنید این بنا با این گستره بودن 8500 متر مربع، اگر هر طبقهش حفاری شه چقدر اطلاعات خوب تاریخی به ما خواهد داد. که عکسای قبل از کاوش و بعد از کاوش رو دارید میبینید، وضعیت رو نگاه کنید که چطور بوده و بعد از کاوش سطح آواری وجود داشته که طبقات بالادست
ریخته شده بوده و واقعا خسته نباشید باید گفت به گروه کاوش که سخت کار کردن تو اون 1 روزی که در این بنا بودن. و اینم تصاویر دیگه ای که قبل از کاوش و بعد از کاوش با دقت نگاه کنید میبینید که اصلا خیلی از این تاق‌ها زیر آوار بودن. این تاق‌ها ورودی هایی بودن که برمیگشت به طبقات بالادست. شما اگر بخواید بنای تاق اسپابت خورشید رو در دو طرف جبهه شرقی و غربی اگر بخواید مثال بزنید، مثل ماسوله، طبقه سقف طبقه پایین تراس طبقه بالا می شده. به همین شکل ساختن طبقات رو تا برسن به بالاترین قسمت این دهانه طبیعی، این تاق طبیعی. یکی از نکات بسیار مهم بعد از کاوش انتشار این مقاله بوده به زبان انگلیسی، فکر کنم در بلژیک به چاپ رسید. آقای سیروس نصرالله‌زاده و آقای مهدی عابدین عراقی مقاله رو به چاپ رسوندن. نمونه گلمهرهایی بود که به دست اومد که نکته جالبش این بود که خب نشون میداد این خمره ها یا کوزه هایی که اونجا بوده پلم میشده و نام و مارک یا اون کمپانی که حالا مشخص بوده روی اونها ضرب میشده، یعنی ثبت میشده و در این مهر گلی حدوداً 4 سانتی متری با قطر 4 سانتی متر شما 3 تا نقش مهم میبینید. یک پرنده ای رو دارید میبینید، نمونه اسب کاسبی رو دارید میبینید و دور این یه بخشی از این مهر نام تپورستان به خط پهلوی ساسانی نگارش شده که تا به امروز گویا اولین مهری بوده که روش این نوشته شده بود. قبل از اون شاید روی نسخه ها یا روی سکه ها نام تبرستان یا تپورستان نگارش شده بوده و در مرکزش نام یک جای، نام یک شهر یا روستا یا یک مکان با نام تبنا گویا خوانده شده و که نامیه که ناشناس فعلا و باید مطالعه بشه، که جزو آثار مهمی بود که پیدا شد در این بنا و ارزش بسیار بالا. مقالش به زبان فارسی هم چاپ شده، فکر کنم در شماره 13 فصلنامه تاریخ باستانشناسی مازندران به زودی منتشر خواهد شد، یعنی به چاپ میرسه. و مقاله انگلیسی هم در اینترنت به راحتی میتونید پیدا کنید، نامش رو دارید میبینید. من در انتها کتاب شناسی هم گذاشتم، اگه دوستانی خواستن برن مطالعه کنن میتونن از این قسمت اسکن برداری کنن و این مقالات رو توی آکادمی یا فضای مجازی به راحتی میتونید پیدا کنید. نمونه گلمهرهای دوره ساسانی که معمولا برای بستن سفالها، در سفالها و یا نسخه ها به کار میرفته، خیلی مرسوم بوده. و در این داده‌ای که دارم بهتون میگم بعد از کاوش تاق اسپابت خورشید یه مقاله در این راستا بوده و مقاله بعدی در مورد حفاظت اضطراری بعد از حفاری، یعنی خیلی خطرناکه، یعنی بناها بعد از حفاری باید خیلی سریع مورد حفاظت و مرمت قرار بگیرن و وگرنه آسیب‌های زیادی خواهند دید که اتفاقش در جای ایران داریم می‌بینیم و خیلی جای دیگه جهان حفاری میشه و سالها بناها رها میشن و یه جورایی آرزو میشه ای کاش حفاری نمیشد که اینجوری رها بشن. با کمک دوستان و همراهان محیط زیست، فعالان میراث فرهنگی، طبیعت و گردشگری بودن، بیش از 70 عزیز با بدن خودشون آب، ملات و مساله رو تا تاق بردن در سال 1402 دقیقاً 2-3 روز بعد از پایان فصل کاوش و تصویر این عزیزان رو گذاشتم. من نام همه عزیزان رو نمیدونم ولی بخششون دوستای بنده بودن، بخشی دوستان آقای احمد باون بودن، بخشی همکار میراث فرهنگی بودن و این اتفاق افتاد و خیلی سریع این بنا مرمت و حفاظت شد، یعنی طاق‌ها مرمت شدن و نمونه نقوش دیواری که به دست اومد هم تثبیت شدن با نمونه مساله‌ای که حالا در مرمت به کار میره به اسم پلکسی تول که HV 480 است که 5% و با آب محلول میشه و تصویر پایین سمت چپی که دارید میبینید این نقوش هم ثبت شدن و خوشبختانه باقی میمونن، حداقل ما میدونیم تا 300-400 سال آینده، و طاق‌ها هم مرمت شدن که مقالش هم در مقاله پژوهشی فصلنامه دانش حفاظت و مرمت ایران چاپ شد سال 1403 و اینها خب مهم همزمان با حفاری‌های باستانشناسی و فعالیت‌های مرمتی بشه سریعا مقالاتش به چاپ برسه و نشست‌ها برگزار شه. این خودش نوع حفاظت هست.
در کنار طاق اسپربت خورشید در مقاله‌ای که به چاپ رسید ما نمونه آثار دیگه هم در این منطقه داریم، یعنی نمونه مشابه طاق سازه ها، واژه‌ای که انتخاب کردیم به خاطر که این طاق‌ها غار نیستن، یعنی عمر زیادی ندارن و درشون سازه ساخته شده، دخل و تصرف انسانی کامل می‌بینیم و معماری می‌بینیم. به خاطر همین فعلا واژه طاق سازه رو انتخاب کردیم تا روزی که مشخصه که بدونیم بناها واقعا کاربری اصلیشون چی هست. در کنار طاق اسپربت خورشید ما تا به امروز تونستیم حدود 6-7 طاق دیگه در همین منطقه دوآب در فاصله کمتر از 1 کیلومتر 2 کیلومتر از طاق اسپربت خورشید آثار دیگه ای رو هم شناسایی کنیم که در اونها معماری بوده، بنا بوده و نکته جالبش اینه که در 2 تا از این طاق‌ها اسناد آرشیو طبرستان که برمیگرده به سندهای تاریخی بوده که در اونجا مخفی شده، برمیگرده به دادگاه‌های اون دوره که خیلی مهمه، خیلی معروف بوده، شناخته شده بوده، طی حفاریه غیر مجازی که فکر کنم 1386 اتفاق افتاد. خیلی از این سندها از ایران خارج شدن، در آمریکا و قاره اروپا خوانده شد حتی و داده‌های بسیار غنی درباره منطقه و آثار داد، ولی کسی از جایگاه اینها خبر نداشت، نمی‌دونن در کدوم قسمت از ایران این اسناد به دست اومد که حدود سال 1398-99 بود که جناب آقای باوند طی صحبتایی که با مردم منطقه داشتن متوجه شدن که از اینهاست و کشف شد که این سندها کجا نگهداری می‌شدن، که شما دارید نمونه این تصاویر رو دارید می‌بینید، این بناها که متاسفانه به تاراج رفت یه سری از این اسناد، ولی خوشبختانه سری زنده شدن، خارج شدن از ایران و این سریشو آقای عابدینی و آقای باوند تونستن از طریق ارتباطات بتونن اینا رو زنده کنن و در میراث فرهنگی و موزه ها نگهداری کنن و بتونن در آینده مطالعه بشه، که آقای باوند فکر کنم الان پایان دکتریشون در مورد همین اسناد آرشیو طبرستان هست که در روی دیواره طبیعی صخره در کنار غار کیجا کرچال این بناها رو هم شما دارید میبینید که عکساش اینجا هست، که در این طاق‌ها نمونه معماری رو دارید میبینید که بیشتر اینها مقاله شدن و به چاپ رسیدن، چه در فصلنامه تاریخ باستانشناسی مازندران و در جاهای دیگه. مقالات خوبی هم داره به چاپ میرسه به زودی به زبان انگلیسی و فارسی. این یکی از اون طاق‌هایی بود که اسناد طبرستان درش مخفی شده بود. متاسفانه یکی از اتاق‌ها حفاری شد، متاسفانه از اینکه حفاری غیر مجاز بود آسیب فراوانی زده شد و این اسناد آرشیو طبرستان در سبدهای حصیری چرمی نگهداری میشد که عکس این سبد رو دارید میبینید که الان در موزه کلبادی ساری نگهداری میشه و در این از سبدها اسناد رو نگهداری میکردن و خب خیلی مهمه، این خیلی خیلی اتفاق مهم تاریخیه که از دوره ساسانی باقی مونده در این منطقه. در این مقاله در کنار طاق اسپربت خورشید این مجموعه طاق‌هایی که درش اسناد آرشیو طبرستان نگهداری میشد، ما اشاره‌ای داشتیم به آتشکده‌ای که پیدا شد، اولین آتشکده رسمی کشف شده در استان مازندرانه که 4 طاقی بوده و سال فکر کنم اگه اشتباه نکنم 1401 کابل شد، بازم به سرپرستی آقای مهدی عابدینی عراقی و آقای مهاجری نژاد و تیم همیشگی، چون اینها همه آثاری هستند که در کنار طاق اسپربت خورشید به عنوان آثار وابسته شناخته میشن. در روستای ارفده در دامنه روستای کوه ارفه که حدود 2700 متر ارتفاع این کوه، به عنوان یک بنای بسیار با ارزش این آتشکده هم در این مقاله معرفی شد که ساختار معماریشو دارید میبینید. خیلی جالب، از لاشه سنگ استفاده شد، از ملات گچ استفاده شد، محرابه بوده. در پلانی که شما دارید میبینید در این تصویر پلان حفاری فصل اول این بناست که پیش بینی بر این بوده که دقیقاً یک بنای قرینه مربع شکل، فکر کنم 15 متر و 80 در 15 متر و 30 بوده، نسبتا مربعی بوده این پلان و نصفش کاوش شد و فصل دوم کاوش هم سال بعدش اتفاق افتاد، سال 1402 همزمان با کاوش غار اسپربت خورشید و 1403
فصل سوم اتفاق افتاد و نمونه ملاط‌های این آتشکده و نمونه‌های دیگه از نمونه‌های ارگانیک، معدنی و غیر معدنی، نمونه‌های گیاهی که به دست اومد در ایتالیا مطالعه شد و خیلی نکته جالبش اینه که با مطالعات کربن 14 که روی نمونه‌های مختلف زغال و دانه‌های گیاهی که به دست اومد، جالبه در سه دوره این آتشکده مورد استفاده بوده. یعنی از حدوداً قرن 5 میلادی تا قرن 10 میلادی، حدوداً 500 سال این بنا مورد استفاده بوده و نشون میده که در دوران اسلامی حتی تفکرات زرتشتی در منطقه، اینو از قبل میدونستیم ولی خب با این مطالعات علمی اثباتش دقیق‌تر میشه. نمونه‌های دانه‌های گیاهی هم که به دست اومد خیلی جالب، زنبق زرد بوده، شبدر بوده، ارزنی بوده. این عکسی که داریم می‌بینیم اسم علمیشو گذاشتیم و نکته جالبش اینه که دانه‌های انگور هم به دست اومده که خب حالا برمیگرده به اون تفکرات در کنار مطالعات دین آیینی و ادیان. مطمئنا بحث آتش بوده، بحث شراب به عنوان یک عنصر الهی، همه اینها در این بنا بوده. تصویری که دارید دستم چپ می‌بینید بخشی که نمونه برداری‌ها توسط تیم حفاری انجام شد، نمونه‌ها به ایتالیا اومد و مطالعات کربن 14 روی نمونه‌های مختلف از جاهای مختلف این بنا انجام شد و خب این هم مهمه که حدود 500 سال تو دوره‌های مختلف، حتی در دوره اسلامی هم این بنا، این آتشکده مورد استفاده بوده. دارم به پایان صحبتم میرسم دیگه، فکر کنم 5 تا 10 دقیقه دیگه تمام بشه و در این مقاله اشاره شد به آثار دیگه‌ای که در این منطقه هست. غار اسفهبد خورشید تو این نمره هایی که دارید میبینید عدد 19 هست و آتشکده عدد 9 و اون آثاری هم که اسناد پیدا شد شماره 20 و 21 هستند، ولی ما در کنار این آثار به صورت خطهای مختلف بر مبنای کاربری راه‌ها و مسیرها آثار دیگه‌ای هم داریم که در این مقاله در بخش انتهایی به این مسئله اشاره کردیم. کاروانسرای گدوک برمیگرده دوره صفوی، یعنی شما از تهران که به سمت مازندران میایید کاروانسرای گدوک رو دارید که جزو معدود کاروانسرای کوهستانی و سنگی آجری ایران است، ثبت ملی شده و خیلی اتفاقات تاریخی درش افتاده. بعد از اون منابع طبیعی داریم مثل چشمه آب شور شوراب، اصلا منطقه خیلی زیبایی از نظر چه طبیعی و چه تاریخی، چون بحث راه آهن هست، بحث روستای شوراب است. در استان مازندران ما 2 نمونه این گونه چشمه رو داریم که ترکیبی میشه بین آب شور و عناصر اکسید آهن‌ها که به صورت پله‌ای در چشمه سورت داریم ما اینو در جنوب ساری و به عنوان دومین اثر طبیعی استان مازندران بعد از کوه دماوند ثبت ملی شده و چشمه شوراب رو داریم. بناهایی داریم در منطقه ورسک مانند برج دولکینگه، بنای مربع شکل یک برج دیدبانیه و قلعه چلدر رو داریم به عنوان که از بناها قلعه های بزرگ استان مازندران که همه اینا باز کنار همه اگه دقت کنید تو اعدادی که بالا من مشخصش کردم رنگا رو عوض کردم، اینها این آثار به صورت زیگزاگی با هم ارتباط داشتن که تصویر سمت چپ اگر نگاه کنید برمیگرده به منطقه ورسک. دوستانی که در مازندران اگر باشن مطمئنا این نماها رو دیدن که اشراف خیلی خوبی داشته به منطقه اوریم و این تصاویری که شما همزمان با آثار تاریخی که از دوره ساسانی حداقل باقی مونده، دوره صفوی باقی مونده، در دوره پهلوی اول همینجور آثار به این منطقه اضافه میشه. درسته تو خیلی از منابع از سختی این مسیر گفته میشه، از اینکه در مازندران در این مناطق از طبرستان راهها خیلی بد بوده به خاطر کوهستانی بودن، راهزنهایی که بودن ولی مدام دوباره آباد شدن که ما حتی امروز هم همینطور به عنوان یکی از شاهراه‌ها مسیرهای دسترسی فلات مرکزی از تهران به سمت مازندران و بعد منتقل شدن به سمت
استانهای خراسان یا برگشتن به سمت گیلان و اون سمت‌ها، یکی از راه‌ها همین راه فیروزکوه و سوادکوه که چه از طریق راهن و چه از طریق راه آسفالت شما میتونید خودتون به مازندران برسید. منطقه ورسک رو دارید میبینید و منابع طبیعی که وجود داره، آبشار هست، قلعه هست، راهن هست، همه اینا کنار هم قرار گرفتن و قلعه گردن که باز یه اشراف خیلی فکر کنم بزرگترین قلعه پیدا شده در استان مازندران باشه که آب انبار داشته، دیدبانی داشته و کاخ بزرگی بوده که خیلی هم این روزا دستخوش حفاری غیر مجاز هست. از دوره پهلوی اول ما کلیسای سرخاباد که به درخواست پاپ اون دوره ایتالیا خواسته شد از حکومت ایران رضا شاه که این کلیسا ساخته بشه در این قسمت، به خاطر اینکه از دوآب تا ورسک رو بخشی رو مهندسین ایتالیایی کار میکردن، به خاطر همین این پروژه انجام شد و این کلیسا با نام سانتا باربارا د کاتیوم، یک قدیسه آتش بوده و کارگران به خاطر همین ساخته شد و جزو کلیسای ثبت ملی ایران هست. و برج بازسازی شده شروین باوند که در دوره پهلوی این بنا بازسازی میشه ولی بیسش ساسانیه که ساخته شد، بازسازی شد، اشتباه بود ولی خب شد این اتفاق. این هم جزء آثار مهمه. ما برج تلمسنگ رو در غربی ترین قسمت این منطقه داریم که توی نقشه‌ای که دارید می‌بینید عکس هوایی گوگل ارث، قسمت 13 یکی از نقاطیه که یه جورایی به نام دادالمرز شناخته میشه. شما از اونجا ارتباط خیلی مهمی دارید با جاده هراز، با بخشی که بعدها حالا تو اون روایت‌های تاریخی زمانی که اسفباد خورشید لشکرکشی میکنه که بره به سمت رویان، گویا از این مناطق میگذره میرسه به هراز، آمل، رویان، نور و در آخر خب به نتیجه نمیرسه. ولی این گذرگاه ها، مسیرها بسیار مهمه. این برج باقی مونده، هنوز ثبت ملی نشده ولی جزء آثار بسیار با اهمیت سوادکوه هست. که بعد یه نکته جالب دیگه هم داریم، در ارتفاع 3600 متری ما بنا داریم در قله قدمگاه که در نزدیکی گلوکه که بقایاشو دارید شما میبینید، بقایای معماری آجری. هنوز هیچ تاریخ گذاری دقیقی نمیشه درباره اینجا گفت ولی حتی اگر بعد از دوره ساسانی باشه خیلی اهمیت داره و مهمه. همه این بناها به هم اشراف داشتن. بگونیم بنای یادمانی کنگرو رو داریم در ارتفاع 1800 متری، کوه خرونرو رو ما داریم در این مناطق، بقعه درویش شهریار امافت رو داریم. این بناها همه به هم مرتبط بودن. راه باستانی سرتنگه هست که ارتباط دهنده طاق اسفباد خورشید است به سمت دو شاخه کنگلو و شهمیرزاد. این راه خب مهمه. همه اینها خوشبختانه بیشترشون مقاله شده. قلعه روادسر رو داریم، نزدیکترین بنا به طاق اسفباد خورشیدی که در سراح خطیرکوه هست که در جاده دیده میشه. در کنار طاق اسفباد خورشید 6 طاق دیگه هست که تا به امروز در 3 طاق آثار معماری دیده شد که شما حساب کنید چقدر بنا ما داریم در این منطقه که هنوز باید مطالعه شه. فکر کنم قرن‌ها نیاز به کار داره. و مجموعه طاق‌هایی که با نام طاقدان معرفی شدن، جایگاه این طاق‌ها که نامگذاری شده بر مبنای مطالعات تاریخ شفاهی و داره ثبت ملی میشن. این بناها، این طاق‌ها که در کنار طاق اسفباد خورشید، نام این بناها رو این پایین گذاشتم. و طاق کیجا کرچال، ما قبل از این شناخت این بناها فقط طاق اسفباد خورشید و طاق کیجا کرچال رو به عنوان بناهای شاخص میشناختیم در این قسمت، ولی یه دفعه 6 بنای دیگه اضافه میشه و نشان دهنده غنای فرهنگی تاریخی منطقه است که مسیر بسیار سختی دارن این بناها، ولی امیدواریم بتونیم با همکاری گروه‌های سنگ‌نوردی خوبی که میشناسیم و پایگاه غار اسفباد خورشید و گروه‌های تاریخ و فرهنگ استان مازندران و کشور بتونیم این بناها رو هم شناسایی کنیم که اصلا تبرستان در اینجا پیدا شدن. و طاق کیجا کرچال رو داریم، بنای بسیار خاصه که افتخار ورودش رو داشتیم چند بار. و در نتیجه گیری هم سریع میگم ارتباط میان رشته‌ایه، یعنی کاملا ما نمیتونیم بگیم من باستانشناسم، من مرمتگرم، من مطالعات تاریخی میکنم و به تنهایی میتونم اینجاها رو شناسایی کنم. ما
ارتباط عجیب خاصی داریم بین زمین شناسی، غارشناسی و باستان شناسی در این مطالعات. و خب زمین شناسی رشته‌کوه البرز چه در بستر تاریخی چه زمین شناسی گستره بسیار بالایی داره. اگر بتونیم همه این بناهایی که بهتون گفتیم در مورد هاغ‌هایی که گفتیم، اینا میتونه گونه معماری سنتی ایران بشن در زیر شاخه معماری دستکند، جایی که انسان حرف میکنه طاق‌سازه ها میتونن ارزش داشته باشن. متاسفانه خب در اطراف طاق اسفبت خورشید خیلی تمام این بنا درگیر معادن شنوماسه شدن و آسیب‌های فراوانی داره میبینه این مناطق، هممون هم دیدیم و این خب خیلی ارزش این محوطه و این مجموعه رو پایین میاره. و تو صحبتام هم گفتم که این بنا ارزش ثبت جهانی داره هنوز با تمام این آسیبایی که دیده، چه در شاخه طبیعی و چه در شاخه تاریخی که دوستان میدونن در میراث فرهنگی جهانی در یونسکو ما میراث طبیعی و تاریخی داریم، نه فقط تاریخی. چوب‌هایی که به کار رفت در این بنا که چقدر اطلاعات خوب تاریخی به ما داد و جغرافیایی، بیشترشون گفتم زبان گنجشکی بوده، مطالعات بر مبنای کربن 14 بوده، مطالعات گیاه‌باستان شناسی بوده که از قرن 3 میلادی تا قرن 7 میلادی نمونه چوب‌ها به کار رفته در این بنا. ما در منابع تاریخی اشاره هم شده طاق اسفبت خورشید در 2 دوره ساخته شده، مرمت شده و خب اینا مهمه. این مطالعات علمی باعث میشه که مطالعات تاریخی هم اثباتش دقیق‌تر باشه. و با توجه به حفاریه‌ای که انجام شد از سال 1402 و پیشبینی هایی که روی مطالعات مساله به کار رفت و نمونه های سفال و آثار دیگه که در این بنا به دست اومد، نشون میده که این بنا کاربری های مختلف داشته. یعنی طاق اسفبت خورشید شاید در یه دوره‌ای کاربری دیگه‌ای داشته و بعدها کاربری نظامی پیدا کرده و اینها با کاوش‌های سالهای بعد و امسال که گویا به زودی هفته آینده اتفاق خواهد افتاد، نشون خواهد داد که این بنا دقیقاً کاربریش در گذشته چه بوده و در دوره خود اسفبت خورشید چه داده‌هایی به ما میتونه بده. و در ادامه در هر دوره از کاوش ما میتونیم به درک درستی از تاریخ برسیم با این داده‌های باستانشناسی که به دست میاریم، مواد تاریخی که به دست، اینا ارزش مالی ندارن و متاسفانه حفاری غیر مجاز باعث میشه اینها نابود شه و ما میتونیم به فناوری برسیم. ما میتونیم مطالعه کنیم روی چطور اینها این کوره ها رو، این سفال ها یا این ملات ها رو فناوری کردن، ساختن و امیدواریم بتونیم بریم جلو و مطالعات باستانشناسی و تاریخ باعث میشه که حفاری غیر مجاز کمتر شه و وقتی آگاهی داده بشه به مردم و بدونن که اینها جز ارزش تاریخی و داده‌های زیبای فرهنگی چیز دیگه پشتش نیست که هممون علاقه‌مندیم بهش. این مجموعه از کتابشناسی، حالا مقالات، کتاب‌های، چیزهایی است که از سال 1381 تا به این سمت تو 2 دهه اخیر به چاپ رسید به زبان‌های مختلف. من فعلا آدرس آکادمی خودم گذاشتم، ولی آقای عابدینی، آقای بابند، خانم رازقی منصور، نویسنده‌های ایتالیایی که در این مقاله هستن، همه اینها در آکادمی هستن. شما اسم‌ها رو اگر سرچ کنید مطمئناً مقالات رو میتونید داشته باشید به زبان‌های مختلف و مقالات فارسی. من اینجوری گذاشتم چون همه اینها رو در صفحه آکادمی خود بندم میتونید ببینید. با اجازه همه عزیزان نویسندگان این مقاله و همکاران ما در دوره‌های مختلف، کسایی که دیگه همکاری ندارن و کسانی که همکاری دارن، ما این نشست رو تقدیم میکنیم به دوست و برادر و باستانشناس عزیزمون مصطفی شریفی، مدیر پایگاه اسبق پایگاه جهانی باغ عباس‌آباد بهشت که متاسفانه در روز عید امسال فوت شدن، از دنیا رفتن، ولی خیلی زحمت کشیدن و همیشه همراه ما بودن حتی در مطالعات طاق اسفبت خورشید.